على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل که خدمت شما بزرگواران بودم، مطالبی را درباره تقدیر که علامه طحاوی رحمت الله علیه ذکر کرده بود بیان نمودم که علامه طحاوی رحمت الله علیه بحث تقدیر را و سرنوشتی را که الله متعال برای جهان آفرینش و مخلوقاتش رقم زده، این مبحث را علامه طحاوی رحمت الله علیه با ذکر علم الله متعال آغاز کرده بود. در جلسه قبل یادآور شدم که علم و شناخت الله متعال زیربنای مسئله تقدیر و سرنوشتی هست که الله متعال برای مخلوقاتش تعیین فرموده و بدین خاطر بود که علامه طحاوی رحمت الله علیه این مطلب را درباره تقدیر وقتی که بیان می کرد، آغاز این مطلب اولین نکته‌ای که درباره تقدیر بیان فرمود بحث علم و شناخت الله متعال بود. ایشون فرمودند وقد علم الله تعالی فيما لم يزل عدد من يدخل الجنه و عدد من يدخل النار. الله متعال در ازل میدانسته تعداد و آمار بهشتیان و آمار جهنمیان را، بگونه ای که در ادامه میفرمایند فلا یزداد فی ذلک العلم ولا ینقص من. در این علم یعنی درباره تعداد کسانی که به بهشت میروند و تعداد کسانی که به جهنم میروند، این علم الله متعال قابل تغییر نیست و این عددی را که الله متعال میدانسته این عدد هم تغییر پیدا نخواهد کرد و این نخستین پله و نخستین مرحله تقدیر و سرنوشت است. قبلا هم عرض کردم که زیربنای مسئله تقدیر علم الله متعال هست، یعنی قبل از این که الله متعال یک چیزی را مقدر بکند، یک سرنوشتی را برای انسانها و برای جهان هستی رقم بزند، لازمه اش وجود یک علم فراگیر و بسیار گسترده است. به طور مثال وقتی که در دنیا هم یک فردی میخواهد یک طرحی را و نقشه‌ای را اجرا بکند،
قبل از این که این طرح را بخواهد اجرا بکند باید یک سری اصول و ضوابطی را و یک سری معلوماتی را درباره این طرحی که در نظر دارد و تصمیم دارد که آن را اجرا بکند قطعاً باید داشته باشد. الله متعال قبل از این که دنیا را بیافریند، مخلوقات و آفریدگانی را به وجود بیاورد و قبل از این که تقدیر و سرنوشت فرد انسانها و موجودات را رقم بزند، این علم و دانش و شناخت را درباره عاقبت و فرجام تمام این مخلوقات داشته است. پس بنابراین آن چیزی را که الله متعال به عنوان تقدیر و به عنوان سرنوشت برای همه من و شما تعیین فرموده، در ازل الله متعال آن را می دانسته و دقیقاً اون اتفاقاتی را که امروز اتفاق می افتد یا در هزاران سال بعد از این اتفاق می افتد، همه را الله متعال می دانسته و دقیقاً می داند که در فلان تاریخ، در فلان ساعت، در فلان مکان فلان اتفاق و فلان حادثه رخ خواهد داد. این نخستین مرحله از مراحل تقدیر هست و مراحل تقدیر اونگونه که علما بیان کردند، استنباط کردند از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم 4 مرحله هست. نخستین مرحلهش همین علم الله متعال هست که هر چرا که الله متعال مقدر فرموده در ازل، اونگونه که علامه طحاوی رحمت الله علیه هم اشاره فرمود، در ازل الله متعال این علم و این آگاهی و شناخت را درباره مخلوقات و درباره آینده و فرجامشان می‌دانسته. و مرحله دوم تقدیر کتابت هست، یعنی این که الله متعال آنچه را که قرار هست در دنیا اتفاق بیفتد، حوادث و رخدادهایی را که برای فرد من و شما اتفاق می افتد، اعم از اتفاقات شیرین یا اتفاقات ناگوار، همه را الله متعال برای من و شما می دانسته، آگاه بوده و بر اساس آن چیزی که الله متعال می دانسته این تقدیر من و شما را الله متعال نوشته و ثبت کرده. و این دومین مرحله تقدیر هست، یعنی این که الله متعال تمامی اتفاقات دنیا را در لوح محفوظ کاملا ثبت کرده. در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که ان اول ما خلق الله القلم، هنگامی که الله متعال قلم را آفرید، قال اکتب، به قلم دستور داد که بنویس. قلم گفت که ما اکتب، من چه بنویسم؟ الله متعال به قلم دستور داد که اکتب ما هو کائن الی یوم القیامه، هر اتفاقی را و هر حادثه‌ای را که تا روز قیامت قرار هست اتفاق بیفتد همه را ثبت بکن و بنویس. و این عقیده اهل سنت و الجماعت هست که برگرفته از قرآن و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که الله متعال تمام اتفاقاتی را که در دنیا از ابتدای خلقت و آفرینش تا قیامت اتفاق می افتد، تمامی این حوادث و رخدادها را الله متعال در لوح محفوظ کاملا و دقیقا ثبت کرده و نوشته است. و مرحله بعدی تقدیر و سرنوشتی که الله متعال برای مخلوقات رقم زده، مرحله مشیت و خواست و اراده الله متعال هست. بدین معنی که هر چیزی را که الله متعال بخواهد همان اتفاق می افتد. هر چیزی را که الله متعال می خواسته که اتفاق بیفتد
و اراده کرده برای انسانها و برای مخلوقات، آن را نوشته و هر چیزی را که الله متعال میدانسته و آن را نوشته بر مبنای خواست و اراده الله متعال در دنیا اتفاق خواهد افتاد. الله متعال می‌فرماید در سوره حج: ان الله یفعل ما یرید. الله متعال هر چه را بخواهد انجام میدهد. کذالک الله یفعل ما یشاء. الله متعال هر چه را بخواهد و هر کاری را که اراده بکند اون کار را انجام میدهد. پس بنابراین تمامی اتفاقاتی که در دنیا میافتد و تمامی حوادث و رخدادها، اعم از شیرین و همچنین حوادث ناگوار، تمام اینها بنابر خواست و اراده الله متعال هست. این گونه نیست که در دنیا اتفاقی بدون اراده الله متعال بیفتد. این گونه نیست که برای من و شما بدون از خواست الله متعال اتفاقی رخ بدهد، بلکه برعکس تمام اتفاقات ریز و درشت دنیا که در هر زمانی اتفاق میافتند و در هر مکانی اتفاق میافتند، تمام اینها زیر مجموعه اراده الله متعال و بر مبنای خواست الله متعال هستند. ان الله یفعل ما یرید. الله متعال هر چه را بخواهد انجام میدهد و در دنیا هر چه انجام میگیرد بر اساس خواست و اراده الله متعال هست. این 3 مرحله شد. مرحله 4م و نهایی تقدیر و سرنوشت مرحله ظهور هست. ما نمیدانیم که الله متعال برای ما، برای امروز ما چه چیزی را مقدر کرده، چه اتفاقی قرار هست برای ما بیفتد. تا همان لحظه فرا نرسد و آن اتفاق برای ما نیفتد، ما نمیدانیم که قرار بوده برای ما چه اتفاقی بیفتد. اما الله متعال این را میدانسته. تمام این اتفاقات را الله متعال میدانسته، اینها را ثبت کرده در لوح محفوظ، کاملا اینها را نوشته بوده و تمامی اتفاقاتی که برای من و شما و برای تمام مخلوقات میافتد تمام بر اساس خواست و اراده الله متعال هست و هیچ موردی در این زمینه مستثنا نیست. و در مرحله انجام و عملی تقدیر تمام آن چیزی را که الله متعال میدانسته و نوشته بوده و میخواسته برای من و شما، دقیقاً آن مورد برای من و شما اتفاق میافتد. الله متعال میفرماید که الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. الله متعال خالق همه چیز هست. الا له الخلق والامر. خلقت و آفرینش و امر فقط و فقط مال الله متعال هست. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. تمام اتفاقاتی که برای شما میافتد، چه در زمین، چه در خصوص خود شما، در وجود شما، در پیرامون شما، تمام این اتفاقات نوشته شده در کتابی قبل از این خلقت، قبل از آفرینش. همون گونه که من قبلا این مطلب را عرض کردم که الله متعال بعد از آفرینش قلم به قلم دستور داد که تمام اتفاقاتی را که در دنیا و تا قیامت قرار هست بیفتد همه را دستور داد که قلم بنویسد و قلم هم نوشت. مجموعه این امور را ما ازش تعبیر میکنیم به تقدیر و سرنوشتی که الله متعال آن را برای موجودات رقم زده و ایمان به این تقدیر بر اساس آیات قرآن و بر پشتوانه احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم جزو اصول ایمان هست
که یکی از این اصول ایمان همین تقدیر هست که من و شما باید به آن ایمان داشته باشیم. و مراحل تقدیر اولا علم الله متعال هست و بعد از علم درجه کتابت هست، یعنی این که الله متعال تمام تقدیر و تمام علمی را که داشت درباره مخلوقات که قرار هست برای مخلوقات این اتفاقات بیفتد، همه اینها را در لوح محفوظ ثبت کرده و تمام اتفاقاتی که در دنیا برای انسانها و غیر انسانها میافتد همه بر اساس خاص و اراده الله متعال هست. و مرحله آخر تقدیر هم خلق و آفرینش هست، یعنی اون مواردی رو که الله متعال میخواسته اتفاق بیفتد، میخواسته بیافریند، اون موارد را به مرحله ظهور که میرساند، این آخرین درجه و آخرین مرحله تقدیر هست. و این مطالبی رو که من عرض کردم خدمت شما، همه اینها مستند به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که من برخی از این آیات و احادیث رو خدمت شما بیان کردم. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله باز هم خدمت شما باز میگردم و مطالبی دیگر رو در این زمینه که علامه طحاوی رحمت الله علیه مطرح کرده برای شما بیان خواهم کرد. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم. بینندگان عزیز و ارجمند، علامه طحاوی رحمت الله علیه در آغاز مبحث تقدیر این مطلب را یادآور شده بود که الله متعال در ازل تعداد اهل بهشت و اهل جهنم را میدانسته که چه کسانی بهشتی هستند و چه کسانی جهنمی هستند و بر اون آمار و تعدادی که الله متعال میدانسته نه یک نفر افزوده می شود و نه کاسته می شود. و این دلیل علم فراگیر الله متعال هست که حوادث و اتفاقات هزاران و شاید میلیونها سال آینده را که عمر دنیا باشد همه را الله متعال میدانسته و دقیقاً تمامی موارد ریز و درشت را الله متعال ثبت کرده و تمام اتفاقاتی که امروزه در حال اجرا هست و رخ میدهد بر اساس آن علمی هست که الله متعال داشته و آن را ثبت کرده. در ادامه مطلب علامه طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید و کذالک افعالهم فیما علم منهم ان یفعلوه. الله متعال میدانسته که چه انسان‌هایی بهشتی و چه کسانی جهنمی هستند و همچنین الله متعال میدانسته که فلان شخص در فلان تاریخ فلان زمان و مکان چه کارهایی را انجام میدهد. و کذالک افعالهم فیما علم منهم ان یفعلوه. همون گونه که الله متعال در مورد ذات انسان علم داشته، در مورد پیدایش انسان علم دقیق و کاملی را داشته، الله متعال در مورد اعمال و کردار انسانها هم علم دقیقی را داشته و برای همه مقدر کرده که چه اعمالی را انجام بدهند و تمام اعمال و کردار انسانها هم بر اساس اون علمی هست و بر اساس آن تقدیری هست که الله متعال آن را در قبل و در گذشته آن را تعیین کرده و رقم زده. و در ادامه تعبیری رو دارند علامه طحاوی رحمت الله علیه
و میفرمایند و کل میسر لما خلق له، و تمام انسانها به آن مسیری که برایشان رقم خورده و برای انجام دادن اون اعمالی که برایشان مقدر شده موفق خواهند شد. اگر انسانی برایش مقدر شده که اعمال خیری را انجام بدهد، توفیق می‌یابد که اون کار را انجام بدهد. و اگر مقدر شده باشد که کار زشتی را انجام بدهد، بنابر اراده و خواست خودش اون کار زشت را انجام می‌دهد. و تعبیری که علامه طحاوی در اینجا انتخاب کرده یک تعبیری هست برگرفته از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که می‌فرماید و کل میسر لما خلق له، هر کسی و هر انسانی به آن چیزی که برایش مقدر شده توفیق می‌یابد. یک روز اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشان پرسیدند که یا رسول الله، آیا ما بر تقدیر خودمون تکیه نکنیم، اعتماد ما بر تقدیر نباشد؟ الله متعال برای ما مقدر کرده که سرانجام ما، فرجام ما چه خواهد شد. آیا ما بر اون تقدیری که الله متعال نوشته تکیه نکنیم؟ قطعا هر چیزی که الله متعال برای ما نوشته و مقدر کرده همان اتفاق می افتد، غیر از آن چیزی نمی شود. پس بنابراین نیازی به عمل نیست که ما خودمان را به زحمت بیاندازیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اعملوا فکل میسر لما خلق له، شما عمل بکنید، تلاش و کوشش بکنید، اعمال خیر را انجام بدهید، کوشا باشید در زندگانی خودتان. هر انسانی آن چیزی را که برایش مقدر شده برای اون انسان همان چیز میسر خواهد شد. الله متعال هم در قرآن کریم به این نکته اشاره می فرماید فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، اون انسانهایی که تقوا پیشه می کنند و بخشش و جودی را دارند و تصدیق می کنند کلام الهی را و ایمان دارند به جهان آخرت و بهشت را باور دارند، فسنیسره للیسرا، که الله متعال می فرماید ما چنین انسانها را موفق می گردانیم در اون مسیری که می خواهند قدم بردارند و برایشان نوشته، به راه آسودگی و به راه آسانی. و اما من بخل و استغنا، اما اون کسانی که بخل ورزند و خود را بی نیاز تصور بکنند و کذب بالحسنا و تکذیب بکنند قیامت را و بهشت و پاداش الهی را، فسنیسره للعسرا، اون هم دچار اون سختی و مشقت می شود و اون مواردی که الله متعال برایش رقم زده. پس بنابراین اعمالی را که انسان در دنیا انجام می دهد، تمام این اعمال بر اساس اون چیزی هست که الله متعال نوشته و مقدر کرده. علامه طحاوی رحمت الله علیه می فرماید همون گونه‌ای که الله متعال می دانسته که این انسانها چه زمانی به وجود می آیند و چه زمانی آفریده می شوند و این انسانها بهشتی هستند یا جهنمی هستند، به همون صورت الله متعال اعمال انسانها را می دانسته و این اعمال را مقدر کرده و هر انسانی به همون مسیری که برایش مقدر شده و سرنوشتش به آن رفته، الله متعال آن انسان را به همان مسیر موفق می گرداند. و علامه طحاوی رحمت الله علیه در ادامه مطلب نکته دیگری را مطرح می فرماید که والاعمال بالخواتیم، که اعمال انسانها اون چیزی که محاسبه می شوند و سرنوشت قطعی و نهایی انسان مشخص می شود، این وابسته به
آخرین اعمالی هست که انسان در دنیا انجام میدهد. یعنی سعادت و شقاوت انسانها بسته به خاتمه آنها و فرجام آنها در دنیا هست. اگر حسن خاتمه‌ای بیابند و زندگانیشون با اعمال نیک و با ایمان خاتمه بیابد، قطعاً بهشتی خواهند بود و اگر برعکس باشد جهنمی خواهند بود. یعنی این که انسان مسلمان در طول زندگی نباید فریب کارهایی را بخورد که در زندگانی انجام میدهد، نباید غره بشود از حالت و وضعیت کنونی خودش که الحمدلله من انسان مسلمان و پایبندی هستم. آری این جای شکر و سپاس دارد، اما انسان همیشه باید این خوف و هراس را داشته باشد که مبادا من از صراط مستقیم منحرف بشوم و عاقبتم یک عاقبت سوء و نامناسبی باشد. در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند در حدیثی که حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت کرده که انسانها چه مقدار و چه زمانی رو در شکم مادر میمانند و اون مراحلی رو که انسان طی میکند در شکم مادر و نهایتا زمانی که در کالبد انسان روح دمیده می شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند فینفخ فیه الروح، بعد از مدتی روح دمیده می شود در کالبد انسان و این جنینی که در شکم مادر هست و در همان زمان الله متعال دستور می دهد به نوشتن تقدیر این انسان و یؤمر باربع کلمات، که فرشته دستور داده می شود که درباره این انسان تقدیرش را بنویسد که 4 گزینه هست: بکتب رزقه و اجله و عمله و شقی و سعید، که برای این انسان سرنوشتش را بنویسد که رزقش چه مقدار هست، اجل و مدت عمرش در دنیا چه اندازه هست و اعمالی را که قرار هست انجام بدهد چه اعمالی هستند و نهایتا این انسان آیا انسان نیکبخت و خوشبختی هست یا انسان نگونسار و بدبختی. و در ادامه این روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که بسا انسان‌هایی هستند که اعمالشون اعمال بهشتی هست، اعمال نیکی رو انجام میدهند تا همین که به نزدیک قیامت میرسند، نزدیک مرگ میرسند، میبینیم که تقدیری که الله متعال برایش رقم زده بوده اون ظاهر میشود و این انسان از اون جاده مستقیم و راه راست منحرف میشود و راه اهل جهنم رو در پیش میگیرد. و برعکس هم انسانهایی هستند که در دنیا کارهای خلاف شرع انجام میدهند، ظاهرشون ظاهر جهنمی هست، اعمالشون اعمال جهنمی هست، اما در آخر عمر الله متعال اونها را هدایت میکند، میبینیم که تغییر مسیر میدهند و به طرف بهشت الله متعال سرازیر میشوند. آری والاعمال بالخواتیم، اعمالی که سرنوشت انسان را تعیین میکند و مهری زده میشود بر اعمال انسان، آخرین عملهایی هست که انسان انجام میدهد. اگر خاتمه اعمال انسانها خیر بود و با ایمان از دنیا رفتند بهشتی خواهند بود و اگر خاتمه اعمال انسانها بد باشد و بدون ایمان از دنیا بروند، پس بنابراین عاقبت اونها هم بر اساس همون آخرین عملی که انجام دادن تعیین می شود. یعنی این که بر اساس آخرین اعمالی که انجام داده اند الله متعال اونها را در قیامت مؤاخذه خواهد کرد و جهنمی خواهند بود. این مطالبی بود که علامه طحاوی رحمت الله علیه در آغاز مبحث تقدیر ذکر فرموده بودند و این بحث همچنان ادامه دارد و انشاءالله در جلسات آینده من مطالب دیگری را که علامه طحاوی رحمت الله علیه در این زمینه بیان کرده خدمت شما انشاءالله بازگو خواهم کرد
و تا برنامه دیگر تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.